سلام عزیزم. شمایی که میخوای شاد زندگی کنی، خواهشاً اینو دیگه هی موکولش نکن به سالهای بعد. هی نگو که الان وقتش نیست. به خانوادت هی قول اینو نده که من الان فعلا دارم سخت کار میکنم تا یه چند سال دیگه به هر حالی به یک مال و اموالی که رسیدم اون وقت میریم تفریح، میریم خوشگذرونی. نه عزیزم، شما اون لحظات رو بهش نمیرسی هیچ وقت، چون طرز تفکرت اشتباست. شما همین لحظه‌ای که توش زندگی میکنی، داری سخت تلاش میکنی، باید به خودت بقبولونی که باید به خانوادت خوش برخورد باشی، باشون با ملایمت برخورد کنی، شادیشون رو فراهم کنی. این خودش زمینه سازی این میشه که شما به زودتر به اون خواستتون برسید و حالا میخواین 10 سال دیگه، 5 سال دیگه پولدار بشید. شما اگه رفتار و کردارتون زیبا و قشنگ باشه، خوشحال باشید تو زندگیتون، مطمئنا عوض 10 سال 2 سال دیگه به اون خواستتون میرسید و کل زندگیتون رو به شادی گذروندین. این خیلی نکته مهمی عزیزم، رعایتش کن. فدات بشم.